اون شب رو که احساس به ارتباط میکنی و میخوای میل در مرد ایجاد کنی، یه دامن چاکدار بپوش، دامن چاکدار بپوش که وقتی راه میری پشت پات، پشت زانوی پات رو شوهرت ببینه، تحریک میشه. بعد دامن کوتاه بپوش تا رانه های پات رو ببینه شوهرت، تحریک بشه. بعد میای جلوش میشینی، پاتو بنداز رو هم دیگه، رانه های پای شما رو مردت ببینه، تحریک میشه. بعد یکی از نقاط حساس بدن زن که مرد رو تحریک میکنه زیر بغلا و قسمتی از سینه های زنه. لذا ما به خانم میگیم خانم محترم اون دو شب رو تاپ بپوش شما. خانم های محترم دقت داشته باشن، اونایی که بدنشون سفیده، لباس زیر مشکی به شدت مرد رو تحریک میکنه و خانم هایی که سبزن یا گندمین، لباس زیر سفید تحریک کننده است برای مرد. خیلی ها میگن برای اینکه قلب مرد رو به دست بیارید به شکم او برسید، ولی ظاهرا خیلی ها اشتباه کردن، 10 سانتی متر بالاتر رفتن. نه، قلب مرد یه جای دیگه است. نیاز جنسیشو خواهر بزرگوارم برآورده که بعد قلب او رو تسخیر میکنی. یکی از الطاف خدا که شامل زن و مرد شده همین غریزه جنسیه که عامل آشتیه. خدا میدونه. باور کنید خانمای محترم، اگر همین داستان نمی بود مردهای ما قهر میکردن 3 ساله. نیاز است که باعث میشه دیگه نه انگار الان صلاح دیگه آروم آروم با خانم آشتی کنیم دیگه، گویا یه جورایی مشکلات داره ایجاد میشه. خود این لطف خداست، عامل آشتی هست، اینو جدی بگیرید. یک تفاوت جدی دیگه در بین زن و مرد، سرعت در مرد و کندی در زنه. این کلن اینجوریه. آقایون سریعن دیگه، شما میبینید تو خرید، تو راه رفتن، کلن خانوما کندن. این که خانوما از سوسک و موش و اینا وحشت دارن، سوسک وحشت نداره، سوسک جفتک نمیزنه، گاز نمیگیره، نیش نداره، چون سرعت دارن. کلن خانوما چیزی که سرعت دارن بعدشون میاد، ولی مرد سریع. تو قضیه مسائل جنسی هم همین جوره. دقت کنید آقایون، جلو بچه‌ها رو خدا. الان نمیفهمه داستان چیه، ولی این توی ذهنش یه دوربین دیجیتالیه، تو ذهنش میمونه. 15 سال بعد میگه ای نامرد بابا، پس منظورت ای نامرد. ببخشید، روزه داریم ولی مجبورم عرض کنم بعضی‌ها یه اختلالی دارن. موقع رابطه جنسی وقتی مدفوع همسرشون رو میخورن یا به همسرشون میخورونن لذت میبرن. بعضی‌ها ادرارخواهن، ادرارخواهی، اینا همه نجاساته، حرامه 100%. داره با همسرش نزدیکی میکنه، داره تصور میکنه که با یک خانم نامحرمی داره نزدیکی میکنه، حرام؟ خیر. این فضل خداست و منتی است که خدای بزرگ و مهربان بر ما مسلمانان گذاشته که فکر گناه نیست. اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد، روایته حتی روی شتر، دو جواب بده. میدونید چرا خانم ها؟ داستانیه که این آقا الان احساس نیاز داره، این نیازه باید برآورده بشه.
بله البته الان شطور تو خیابونای مشهده، خب نه حالا زانتیا